به نام خدا. سلام دوست عزیز، سینا هستم و خوشحالم از اینکه اولین ویدیو طراحی وبسایت رو با تو همراه میشم. لطفا اگه از این نوع محتوا خوشت میاد کانال گوساب و زنگوله کنارش رو هم بزن تا از ویدیوهای بعدی من غافل نشی. بریم سر اصل مطلب. همونطور که گفتیم طراحی وبسایت به دو روشه: کد نویسی و بدون کد نویسی یا همون وردپرسی امکان پذیر هستش. خب ما در این سری ویدیوها با روش کد نویسی سر و کار داریم که اولیش HTML هستش و بعدیش CSS. که اول پیش درآمدی به HTML داشته باشیم و بعدها CSS رو هم توضیح میدم بهت. HTML مثل اسکلت انسان از دو قسمت، هد یا همون سر و بادی مثل بدن ما تشکیل میشه. جلسه بعدی در مورد تگ ها، المنت ها و اصلا این که تگ زور چیه، تگ فعل چیه، باز بسته و کلا کد نویسی همون صحبت میکنیم. لطفاً از جلسه های بعدی غافل نشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدار.